أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 70 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 71 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الحادی و سبعون، یعنی درس 71. درس 71 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارند که این کلمه ها باید حفظ کرده شود. صاحب کتاب میگوید که اولین کلمه میارد زجاجتون. زجاجتون یعنی بنکه، یا میتونیم شیشه بگوییم. زجاجه همچنین شیشه می شود، یا بوتلکه به همین معناها می آید، بنکه یا شیشه یا بوتلکه. جمعش جمع مؤنث سالمی شده است، زجاجاتون، بنکه ها، شیشه ها. بعدش می گوید کأسون. کأسون یعنی استکان یا جام می گوییم، استکان، جام. جمعش کؤوسون، استکانها، جامها. کؤوسون، استکانها، جامها، جمعی تکسیر هست. بعد از این میگوید مرطباتون. مرطباتون یعنی آبی میوه، آب میوه یا آبی میوه. مرطباتون یا به عروسی میگویند ساک یا آبی میوه. بعدش میگوید زجاجة المرطباتی. زجاجة المرطباتی یعنی شیشه آب میوه یا بنکه آب میوه. بعدش میگوید عطشه. عطشه یعنی تشنه ماند. عطشه تشنه ماند. فعل ماضی. فعل مضارعش میشود یعطشو. یعطشو تشنه میماند. مصدرش عطشون، تشنه ماندن. عطشون، تشنه ماندن. پس عطش یعطشو عطشون از 22 باب صرفی خواندگیمون از باب 4 هست، از باب علم یعلمو است. عطش به مثل علم، یعطشو به مثل یعلمو. از 22 باب صرفی باب 4 هست. بعد از این میگوید قطو. قطو یعنی هرگز یا تا به حال، یعنی زمانهای گذشته. پس کلمه قطو در زبان عرب به معناهای گوناگون می آید یا حالتهای گوناگون دارد. اگر ما در هر جای دیدیم قطو این طور ضمه دارد، این طور شده دارد، بالاش ضمه دارد، قطو، پس اون ظرف زمان هست. اینا میگن ظرف زمان لاستغراق الماضی، یعنی ظرف زمان است که زمان گذشته را در بر میگیرد. ظرف زمان زمان گذشته را در بر میگیرد. مثلا یک را میگوی ما رأیته قط، یعنی ندیدمش از زمان گذشته تا همین لحظه را. پس را میگن ظرف زمان لاستغراق الماضی، یعنی تمام زمان گذشته را در بر میگیرد. و باز این قطو در جایی می آید که پیش از خودش نفی آمدگی باشد. مثال ما دقت داده باشی گفتیم که ما رأیته قطو، ما نفی قطعی آوردیم، یعنی این قطو حتما بعدی، پیش از قطو حتما نفی می آید، بعد از نفی بعد قطو می آید. این در اعراب قطو مبنی علی الضم هست فی محل نصب،
زیرا اینکه این ظرف است. مبنی علی الضم، قطو مبنی علی الضم فی محل نصب. این اولین معناش است اگر ما به همین طریق دیدیم قطو آخرش ضمه داشته باشد. اما حالتهایی دارد که آخرش ضمه ندارد، ساکن هست. قطع این طور هم هست، قطع. پس اگر قطع باشد به معنای حسبو هست، یعنی به معنای کافین، یعنی کفایت کننده. به معنای کافین یا به معنای کفایت کننده هست. پس اگر که به معنای حسبو، به معنای کفایت کننده باشد، غالباً پیش از این فی می آید. فقط فی در حتما پیش از خودش می آید. یعنی به فی، به حرف فا کم وقت است که بیاید به معنای حسبو باشد. وقتی به معنای حسبو باشد غالباً پیش از قطع فی می آید، اما اون قطع تاش ساکن است. قطع. پس میگیم فقط. پس اون فا را میگوین فا برای تزیین است. قطع به معنای حسبو، به معنای کافی است. این دویم معناش است. سوم معناش قطع همچنین به ساکن اگر دیدیم اون اسم الفعل میگویند. اون رو اسم الفعل به معنای یکفی است، به معنای یکفی می آید. مثلا میگوید که فقط یا قطع فعل می آید در اولش. اگر اسم فعل باشد پیش از خودش فعل می آید، فقط یا قطع. پس معلوم شود یکفی، یعنی کفایه می کند. پس در این صورت اسم فعلی مضارع هست، یعنی که یکفی، کفایه می کند. اگر اسم فعل مضارع باشد در اینجا نون وقایه داخل می شود. مثلا میگوید قطنی، یعنی یکفینی، کفایه می کند من را. یا قطع که، یعنی یکفی که، کفایه می کند تو را. پس نون وقایه بعدش در صیغه متکلم پیوست یا ضمایر پیوست می شود اگر اسمی فعل باشد، اسم فعل مضارع. اما اگر به معنای حسب باشد، به معنای ظرف زمان لاستغراق الماضی باشد، در این صورت ضمایر در این پیوست نمی شود. با یک تگه قط داریم، اون فعل ماضی است. قطع یقطو هست. قطع یقطو. قطع یقطو به معنای قطع کردن است، به معنای بریدن هست اگر فعل ماضی باشد. قطع یقطو، مثلا میگه قطعت الشیء، قطعت شیء، یعنی قطعت شیء، یعنی بریدم یک چیز رو. یا قطع القلم، ای قطع رأسه. قطع القلم یعنی برید قلم رو، یعنی سر قلم رو برید. پس به این معناها میاد اگر فعل ماضی باشه. پس این قطع به معناهای گوناگون میآید. اما در این کتاب اون چیزی که حالا ما دیده شدیم قطو، پس این همون ظرف زمان است که لاستغراق الماضی آمدگی است که پیش از این حتما نفی می آید. انشاءالله در حوار که آمد باز بیان میکنیم که چی طور هست. پس این هست تفصیلات درباره قطو که این را خوب متوجه باشه. گفتیم در اولش فا می آید. اگر فا آمد او فا را میگن لی تزیین است، فای برای زینت است، برای زیبا شدن قطع می آید. اگر فی بیاید پیش از خودش، یعنی فقط باشد، تا ساکن باشد. اما اگر فی نباشد پس به معنای حسب یا به معنای اسم فعل مضارع می آید. بعد از این میگوید شعر بی. شعر احساس کرد. این بی برای چه آوردگی است؟ این بی را به خاطر آن آورده است که شعر فعل لازم است، با این با حرف بیقتی متعدی کردگی است. برای خاطر بیره ترجمه نمی کنیم، احساس کرد ترجمه میکنیم خلاص. این ب برای تعدیه هست. پس شعره فعل لازم است، با این ب متعدیش کردگی است. فعل مضارعش می شود یشعرو، یعنی احساس میکند. احساس میکند. شعورون این مصدر هست، احساس کردن. پس شعر یشعر شعورون از 22 باب صرفی خواندگی من از یکم باب است، از باب نصر ینصر است، یعنی از باب ثلاثی مجرد است. شعر به مثل نصر
یشعرو به مثل ینصرو از یکم بابی 22 بابی صرفی هست. بعد از این میگوید شعر بعطشین، شعر بعطشین یعنی احساس کرد تشنگی را. ببینید دیگه ترجمه نمی کنیم. چرا؟ زیرا اینکه به برای تعدیه اومدگی است. پس میگه شعر بعطشین یعنی احساس کرد تشنگی را. به برای تعدیه عطشین لفظا مجرور محلا منصوب مفعول به است. از ترجمه دقت بدید آخرش را دارد. شعر بعطشین یعنی احساس کرد تشنگی را. تشنگی را یعنی مفعول به است. بعد از این صاحب کتاب میگوید مأکولات شرقیتون. مأکولات شرقیتون یعنی خوراکی های شرقی، خوراکی های شرقی، خوراکی های یا غذاهای شرقی. پس اینجا دا باید همزه نوشته کنیم. مأکولات شرقیتون، مأکولات شرقیتون یعنی غذاهای شرقی، خوراکهای شرقی. بعد از این میگوید الف شکرین. الف شکرین یعنی هزار رحمت. و توش که ما شما میگیم هزار رحمت، پس همین الف شکرین یعنی هزار رحمت. عفوان، عفوان یعنی سلامت باشی. عفوان به توجه که چطور کسی یک رحمت بگیم سلامت باشی، پس به عربی میشود عفوان، سلامت باشی. عفوان سلامت باشی. اما در اعراب عفوان این مفعول مطلق برای فعل محذوف است. یعنی اعفو عفوان یعنی گذر میکنم از تو گذر کردنیه، گذر میکنم از تو گذر کردنیه. پس عفوان مفعول مطلق برای فعل محذوف است که اون فعلش چی است؟ اعفو یعنی گذر میکنم، میبخشم تو را. بعد از این میگوید لا اعرف کیف اشکرکم. لا اعرف یعنی نمیدانم کیف اشکرکم چطور شکر بگویم شما را. لا اعرف کیف اشکرکم نمیدانم چطور شکر بگویم شما را. بعد از این میگوید نحو الاسلامی. نحو الاسلامی یعنی به جانب اسلام یا به طرف اسلام. نحو به جانب، به طرف اسلام. بعد از این میگوید قومه. قومه یعنی که قیمت گذاری کرد، ارزشش را گذاشت، نرخش را گذاشت، سعرش را ماند. قومه به این طور ترجمه می شود. پس قومه از 22 باب صرفی از باب 8 است، از باب ثلاثی مزید است. قومه فعل مضارعش می شود یقوم، مصدرش می شود تقویم و مثل فرح یفرح تفریح. پس این از 22 باب صرفی باب 8 هست. قوم یقوم، قوم قیمت گذاری کرد، یقوم قیمت گذاری میکند، تقویم قیمت گذاری کردن. بعد از این میگوید کتاب لا یقوم بثمن. کتاب لا یقوم بثمن. کتاب کی؟ کتاب کی لا یقوم بثمن یعنی قیمت گذاری کردن نمی شود به پول یا نرخ گذاری کردن نمی شود به پول. یعنی کتاب بسیار مهم و لازم و درکاریه که لا یقوم بثمن یعنی نرخ گذاری کردن نمی شود. می شود که لا یقوم بثمن رو بگیم بی‌بها است، بی‌بها است. یعنی در مقابل این کتاب هیچ سوم گذاشته نمیشد، زیرا اینکه این کتاب از هر چند سوم را بمونه از اون دا بالاتر هست، یعنی بی‌بها است. پس کتابون نکره است، لا یقوم بثمن جمله صفت کتابون می شود. بعد این نکره جمله صفت می شود. از این حساب میگیم کتاب کی بی‌بها است. کی گفته؟ صفت کرده سیم کتاب رو. پس لا یقوم بثمن این صفت کتاب هست. بعد از این میگوید القا سؤالن.
القا سؤالا، یعنی مطرح کرد سؤال را، تقدیم کرد، پیشنهاد کرد سوال را. القا تقدیم کرد، مطرح کرد، سؤالا سوال را. القا از 22 باب صرفی از باب هفتم است و ناقص است. القا یلقی القاء، القا مطرح کرد، یلقی مطرح میکند، القاء مطرح کردن. به مثلی یعنی از باب اکرم یکرم اکرامون هست. اکرم یکرم اکرامون از 22 باب صرفی از باب هفتم از باب ثلاثی مزید است. بعد از این میگوید اهمل. اهمل یعنی که به اهمیتی کرد، اهمیت نداد، دقت نداد. اهمل به اهمیتی کرد، دقت نداد. پس اهمل از 22 باب صرفی باب هفتم است. اهمل فعل مضارعش می شود یهملو، مصدرش می شود اهمالون و مثل اکرم یکرم اکرامون. اهمل به اهمیتی کرد، اهمیت نداد. یهملو به اهمیتی می کند، اهمیت نمی دهد. اهمالون به اهمیتی کردن و اهمیت ندادن. بعد از این میگوید بلا جوابین یعنی بی جواب. بلا جوابین یعنی بی جواب. بلا جوابین بی جواب. بعدش میگوید ازعج. ازعج یعنی که ناراحت کرد. ازعج ناراحت کرد، تشویش داد، غم داد. ازعج یک کس رو غم داد، یک کس رو ناراحت کرد، یک کس رو تشویش داد. پس ازعج از 22 باب صرفی همچنین باب هفتم هست. ازعج یزعج ازعاجا و مثل اکرم یکرم اکراما. ازعج ناراحت کرد، یزعج ناراحت میکند، ازعاج ناراحت کردن. بعد از این میگوید ترکه و شأنه. ترکه و شأنه یعنی رها کرد وی را با حالش، رها کرد وی را به حال خود. این طور هم ترجمه کنیم می شود ترک کرد وی را، رها کرد وی را، و شأنه یعنی به حالش یا به حال خود. پس این واو در اینجا این واو معیتش میگویند. این واو عاطفه نیست، واو معه هست. این شأن مفعول معه هست، از این حساب منصوب شدگی است. شأن مفعول معه است. پس ترکه و شأنه یعنی که رها کرد وی را با حالش. ببینید با میگیم واو را مع با هم، یعنی که مع ترجمه میکنیم زیرا که واو معیت است. شأن مفعول معه است، از این حساب منصوب است. بعد از این میگوید تمنیات طیبتون. تمنیات طیبتون یعنی آرزوهای نیک، تمنیات خوب. تمنیات یعنی آرزو و امید خوب. بعدش میگوید نصر علی، کمک کرد بر. کمک کرد علا یعنی بر ضدی، علا بر ضدی. کمک کرد نصر ینصرو، این از باب یکم ثلاثی مجرد است، از باب نصر ینصرو هست، از 22 باب صرفی باب یکم است. ینصرو نصر کمک کرد، ینصرو کمک میکند، نصرون کمک کردن. پس نصر ینصرو از خود باب نصر ینصرو است، یعنی از باب یکم 22 باب صرفی. بعدش میگوید نصره علی اعدائه یعنی کمک کرد وی را بر ضد دشمنانش. یعنی که کمک کرد یک انسان را تا اینکه این انسان ضد دشمناش بجنگد یا دشمنش مغلوب بگرداند. نصره یعنی کمک کرد وی را، یاردم کرد وی را، علی اعدائه بر ضد دشمنانش. بعد از این میگوید ودع. ودع این به معنای وداع کردن است، به معنای وداع کردن یعنی خداحافظی میگوییم، به معنای وداع کردن، به معنای خداحافظی. ودع یعنی که خداحافظی کرد، وداع کرد. این از 22 باب صرفی از باب هشتم است.
ودع فعل مضارعش می شود یودع. ودع یودع. یودع یعنی خداحافظی می کند، وداع می کند. مصدرش می شود تودیع. مصدرش می شود تودیع، یعنی که وداع کردن. همچنین وداعون می آید، وداعون مصدرش می آید، اما این مصدری از غیر قیاسی است که زیرا که ودع یودع مصدرش تودیع می شود و مثل فرح یفرح تفریح. بعد از این میگوید نودعکم. نودعکم یعنی خداحافظی میکنیم با شما، وداع میکنیم با شما. نودعکم خداحافظی میکنیم با شما یا وداع میکنیم با شما. بعدش میگوید على امل اللقاء. على امل اللقاء یعنی به آرزوی واخوری. علا به عمل یعنی آرزو، امید. به امیدی اللقاء یعنی واخوردن، به امیدی واخوری، یا میتونیم بگیم به امید دیدار. لقاء واخوردن و دیدار کردن. علی امل اللقاء یعنی به امید دیدار، به امید واخوری. بعد از این میگوید عن قریبین. عن قریبین اصلش فی وقت قریبین هست، یعنی که در وقت نزدیک. عن قریبین یعنی فی وقت قریبین، یعنی در وقت نزدیک. بعدش میگوید که نستودعکم الله. نستودعکم الله یعنی که ما می سپاریم شما را به الله. نستودعکم الله. نستودع یعنی ما می سپاریم کم شما را، الله یعنی به الله. نستودعکم الله ما می سپاریم شما را به الله. بعدش میگوید که رحمت الله یعنی رحمت الله. رحمت الله یعنی رحمت و بزرگی و رحمت الله سبحانه و تعالی. بعدش میگوید السلام علیکم. السلام علیکم. السلام یعنی درود و سلام و صحتی و تندرستی برای شما. علیکم یعنی بالای شما، برای شما. السلام علیکم یعنی امن و امان و صلح برای شما. پس السلام علیکم این دعا هست. وقتی یک کسی میگه السلام علیکم یعنی تو در حق اون دعای نیک کردی که صلح و امن و امان و تندرستی برایتان. بعدش میگوید و علیکم السلام و رحمت الله، یعنی و علیکم السلام و رحمت الله، یعنی و بر شما هم سلامتی و تندرستی و امن و امان و رحمت الله. بالای این سلامتی و امن و امان میگم که با رحمت الله هم بالای شما باد. این هم همچنین دعا هست، یعنی جواب دعا هست. یک کس میگه السلام علیکم یعنی سلامتی و تندرستی و امن و امان برای شما، جواب میدید که و علیکم السلام و رحمت الله، یعنی که و بر شما هم امن و امان و تندرستی و رحمت الله باد. بعد از این میگوید سأل الله. سأل الله یعنی پرسید الله را، درخواست کرد از الله سبحانه و تعالی، مسئلت کرد الله سبحانه و تعالی را. سأله به معنی پرسیدن، درخواست کردن، درخواست کرد از الله سبحانه و تعالی. بعدش میگوید سأل یسألو، این از 22 باب صرفی باب سیوم هست، باب فتح یفتحو است و شرط داشت عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس ببینید حمزه حرف حلق است. بعدش میگوید ملأ. ملأ یعنی پر کرد. ملأ و معنای پر کردن، پر کرد. فعل مضارعش میشود یملأ. یملأ یعنی پر میکند. یملأ پر میکند. مصدرش میشود ملعون، پر کردن. ملعون یعنی پر کردن. پس ملأ یملأ ملعون از 22 باب صرفی همچنین از باب سیوم هست، از باب فتح یفتحو است. ملأ فتح، یملأ یفتحو. این هم همچنین شرطش موافقت میکند. باب سیوم هر وقتی که هر کلمه را، هر فعل را که میگیم از باب سیوم است، شرط دارد عین باب یا لام باب حرف حلق باشد.
پس اینجا ببینید لام باب حرفی حلق است. سع ملع ملع فعل، یعنی که حمزه در مقابل لام کلمه است حرف حلق است، موافقت میکند که از باب سیوم باشد. بعد از این میگوید ملع السطل ماء، ملع السطل ماء، یعنی پر کرد سطل را از آب، پر کرد سطل را از آب. دقت دادید ملع فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر هو، السطل مفعول به ملع، پر کرد سطل را مفعول به. ماء چرا منصوب است؟ ماء به خاطر آن منصوب است که این تمیز است. وقتی یک کس میگوید ملع السطل یعنی پر کرد سطل را. در جمله این جمله ملع السطل ابهام وجود دارد، نمیدونیم از چی پر کرد، روغن پر کرد، آب پر کرد، یا اگر نوشاکی دیگر پر کرد، یا از خاک پر کرد، یا چی پر کرد، ابهام است در جمله. پس ما تمیز آوردیم تا اینکه ابهام از بین برود، تا اینکه ابهام از بین برود. پس میگه ملع السطل ماء تمیزی این جمله ملع السطل هست. پس این هست کلمه های نوی درس 71. بعد از این میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 71. صاحب کتاب میگوید که الف شکر یا اخی لقد نصرتنی و عملت عملا لا یقوم بثمن ولا اعرف کیف اشکرک. میگوید که الف شکرین یعنی هزار رحمت یا اخی ای برادرم، لقد نصرتنی واقعا کمک کردی تو من را، و عملت عملا و انجام دادی کار را کی لا یقوم بثمن، یعنی قیمت گذاری کردن نمی شود به پول، یعنی کار را انجام دادی که بی‌بها است. لا یقوم بثمن بی‌بها است، یا به پول ارزشش را معین کردن نمی شود. ولا اعرف کیف اشکرک و نمیدانم چطور شکر بگویم تو را، و نمیدانم ولا اعرف و نمیدانم کیف اشکرک چطور شکر بگویم تو را، چطور تشکر بگویم تو را. الف شکر یا اخی لقد نصرتنی و عملت عملا لا یقوم بثمن ولا اعرف کیف اشکرک. هزار رحمت ای برادرم، واقعا کمک کردی من را و انجام دادی کاری بی‌بهای را و نمیدانم چطور تشکر بگویم تو را. میگوید عفوا، عفوا یعنی سلامت باشی، گفته مفعولی مطلق برای فعل محذوف است، یعنی عفو عفوا یعنی میبخشم تو را بخشیدنیه، یعنی همون کاری کردم که به سوم گردوندهش نمیشود، یعنی در حق من خدمت کردم، عفو عفوا میبخشم خدمتم رو بخشیدنیه. عفوا پس به تاجیکی میگیم سلامت باشه. بعدش میگه هذا واجبی و واجب كل واحد من المسلمین نحو الاسلام والمسلمین. میگه هذا واجبی یعنی این وظیفه من هست، و واجب كل واحد من المسلمین و وظیفه هر یکی از مسلمان ها هست، نحو الاسلامی به جانب اسلام به طرف اسلام، و المسلمین و به جانب و به طرف مسلمان ها. هذا واجبی و واجب کل واحد من المسلمین نحو الاسلام و المسلمین. این وظیفه من است و وظیفه هر یکی از مسلمان ها است به جانب اسلام و به جانب مسلمان ها. بعدش میگوید که اذا وقع احدنا فی بلیة فعلى الاخرین ان ینصروه. میگوید اذا یعنی هر وقتایی که، هر زمانی که وقع احدنا واقع شود یکی از ما فی بلیتین در مصیبت، در سختی و مشکلات، فعلى الاخرین پس واجب است بر دیگران، علا به معنای یجبو یلزمو یا لازم یلزمو، فیلزمو پس لازم است بر دیگران ان ینصروه این که کمک کنن وی را، یاردم بکنن وی را.
اذا در اینجا اذای شرطیه هست. وقع فعل شرط است، علی الفعل فافای رابطه جواب شرط، اینجا ده جواب شرط است. علی الاخرین ان ینصروه، بعد از این جواب شرط است. اذا وقع احدنا فی بلیه، بلیه این مصدر هست، بلیه مصدر است از بلا، بل یبلی، از بل یبلی هست. بلیتون یعنی که این مصدر هست به معنای بلا و مصیبت. اذا وقع احدنا فی بلیه، هرگاهی که واقع شود یکی از ما در مشکلات، در مصیبت، فعلی الاخرین ان ینصروا، پس واجب است بر دیگران این که کمک بکنن وی را. پس واجب است بر دیگران کمک کردن وی. ان ینصر اگر به تعویل مصدر بگردانیم در ترجمه میگیم که پس واجب است بر دیگران کمک کردن وی. بعدش میگوید القیت علیک سؤالا لکنک اهملته و ترکته بلا جوابین. میگوید القیت علیک سؤالا، یعنی مطرح کردم برای تو سوال را، لکنک اهملته، لیکن تو اهملته یعنی که به اهمیتی کردی وی را، اهمیت ندادی وی را، یعنی سوال را اهمیت ندادی سوال را. و ترکته، و رها کردی سوال را، و ترک کردی گذاشتی سوال را، رها کردی سوال را، هو یعنی سوال، بلا جوابین بدون جواب، بی جواب. القیت علیک سؤالا لکنک اهملته و ترکته بلا جوابین، مطرح کردم برای تو سوال را لیکن تو اهمیت ندادی وی را و رها کردی وی را بی جواب. بعد از این میگوید هو مریض، وی بیمار است. لماذا تزعجه، چرا ناراحت میکنی وی را، تشویش میدی وی را، غم میدی وی را. اترکه یعنی ترک کن وی را، رها کن وی را. و شأنه، با حالش یا به حال خودش، با حال خودش. پس میگه هو مریض، وی بیمار است. لماذا تزعجه، چرا تشویشش میدهی، چرا ناراحتش میکنی. اترکه، ترک کن وی را، به حال خودش بگذار. و شأنه، و شأنه یعنی به حال خودش، با حالش یعنی رها کن وی را به حالش. هو مریض لماذا تزعجه اترکه و شأنه، وی بیمار است چرا ناراحت میکنی وی را، رها کن وی را به حالش. واوی معیت، شأنه مفعول معه. بعدش میگوید نتمنى لکم کل خیرین، یعنی تمنا میکنیم، آرزو میکنیم، امید میکنیم. لکم یعنی برای شما، کل خیرین تمام نیکویی را، تمام خیر و نیکویی را. نتمنى لکم کل خیرین، آرزو میکنیم برای شما همه خیر و نیکویی را. بعدش میگوید نشکرکم علی تمنیاتکم، نشکرکم علی تمنیاتکم الطیبة و نسأل الله ان ینصرنا علی اعدائنا و اعداء الاسلام. میگوید نشکرکم یعنی تشکر میگویم شما را، علی تمنیاتکم الطیبة، به آرزوهای نیکتان، به آرزوهای خوبتان. و نسأل الله، و درخواست میکنیم از الله سبحانه و تعالی و میپرسیم الله سبحانه و تعالی را ان ینصرنا، این که نصرت بدهد ما را، یا نصرت دادن ما را، علی اعدائنا، بر دشمنانمان، و اعداء الاسلام، و بر ضد دشمنان اسلام الله ما را نصرت بدهد. این را تمنا میکنیم و از الله میپرسیم. نشکرکم علی تمنیاتکم الطیبتی، طیبتی به خاطر چی مجرور است؟ به خاطر اینکه صفت تمنیات است. تمنیات جمع غیر عاقل است، الطیبتی مفرد مؤنث خط صفتش کردیم. و نسأل الله مفعول به نسأل ان ینصرنا علی اعدائنا و اعداء الاسلام. پس میگوید
نشکرکم علی تمنیاتکم الطیبة و نسأل الله ان ینصرنا علی اعدائنا و اعداء الاسلام. یعنی تشکر میگویم شما را به تمنیات و آرزو و امیدهای نیکتان و سوال میکنیم الله سبحانه و تعالی را، میپرسیم الله سبحانه و تعالی را این که نصرت بدهد ما را بر ضد دشمنانمان و بر ضد دشمنان اسلام. بعد از این میگوید هو عدو لی لانه غیر مسلم و انا عدوه لانی مسلمون. یعنی که هو عدو لی، وای دشمنی من هست، وای عدو لی دشمنی من هست. چرا؟ سببش میگد لانه، لام تعلیل، لانه زیرا اینکه همون وای، زیرا که همون شخص غیر مسلمین یعنی مسلمان نیست، غیر مسلمین یعنی مسلمان نیست، و انا عدوه و من دشمنی وی هستم. لانی باز لام تعلیل علت چه بیان میکنه چرا دشمنی وی هستم؟ لانی مسلمون، زیرا اینکه من مسلمان هستم. لانی مسلمون، زیرا اینکه من مسلمان هستم. هو عدو لی لانه غیر مسلمین و انا عدوه لانی مسلمون. میگه که وی دشمنی من هست زیرا اینکه وی مسلمان نیست و من دشمنی وی هستم زیرا اینکه من مسلمان هستم. بعدش میگه عطشت كثيرا فسألت زوجتي ان تفتح زجاجة من المرطبات فملأت كأسا فشربته. میگه که عطشت یعنی تشنه ماندم من، عطشت تشنه ماندم من، كثيرا بسیار، فسألت زوجتي پس سوال کردم همسرم را، پس سوال کردم همسرم را ان تفتح زجاجتن، این که بکشاید زجاجه را یعنی بنکه را، یا بنکه زجاجتن من المرطبات، بنکه از آب میوه را یعنی بنکه ساک را. فملأت کأسا پس پر کرد، میگه فملأت فاعلش هیه برمیگه به زوجه، پس پر کرد همون زوجه، پس پر کرد میگه همسرم کأسا، کأس را یعنی استکان را، جام را. فشربته پس من نوشیدم وی را، فشربته پس نوشیدم من وی را. اکنون میگه عطشت کثیرا، کثیرا به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر اینو میگه نائبی مفعول مطلق، اصلش این طور بود عطشت عطشا کثیرا، عطشت عطشا کثیرا. این کثیرا اصلا صفتی عطشا مصدری عطیشه بود، اون مصدر حذف کردن، صفتی مصدر در جای مصدر آوردن، شد نائب از جای مفعول مطلق. پس میگی عطشت کثیرا، اصلش عطشت عطشا کثیرا یعنی تشنه ماندم تشنه ماندنی بسیاره. فسألت زوجتی ان تفتح زجاجتن، زجاجتن به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر مفعول به تفتح است. من المرطبات، من المرطبات صفت زجاجتن. فملأت کأسا، فملأت کأسا، کأسا این مفعول به ملأ هست. فشربته پس میگه عطشت کثیرا فسألت زوجتی ان تفتح زجاجة من المرطبات فملأت کأسا فشربته. میگه تشنه ماندم بسیار، پس پرسیدم یا درخواست کردم همسرم را این که بگشاید بنکه از آب میوه را. فملأت کأسا پس پر کرد کأس را یعنی جام را یا استکان را. فشربتو پس من نوشیدم وی را. بعدش میگه که املئی لی کأسا من زجاجة المرطبات فإني أشعر بعطش شدید. میگه که املئی یعنی پر بکن،
املئی پر بکن. زن رو گفت. این یا فاعل املأ. املئی یعنی پر بکن تو زن، لی برای من، کأسن استکن را، من زجاجة المرطباتی از بنکه ساک، از بنکه آب میوه. فإنی اشعر بعطش شدید، پس هر آینه من احساس میکنم تشنگی سخت را. این به را ترجمه نمیکنیم، گفتیم که به برای متعدی کردن اشعرو آمده از شعر اشعرو، پس این به برای تعدیه هست، ترجمه نمی شود. فإنی اشعر، پس هر آینه من احساس میکنم بعطش شدید، تشنگی سخت را. به برای تعدیه، عطشین این لفظا مجرور، محلا منصوب، مفعول به اشعرو. شدیدین صفت عطش، اگر لفظ پیروی بکند شدیدین می شود عطشین، زیرا که در لفظ مجرور است. اگر محلش پیروی بکند پس میگیم اشعر بعطش شدیدن. شدیدن می شود، اما در این صورت صفت است، اما محل عطش پیروی کرده سی. محل عطش مفعول به منصوب است، پس منصوب که باشد صفت منصوب باید باشد شدیدن. پس دو حالت خواندن اینجا در جایز است. فإنی اشعر بعطش شدید، پس هر آینه من احساس میکنم تشنگی سخت را. املئی لی کأسا من زجاجة المرطبات فإنی اشعر بعطش شدید، پر کن برای من جام یا استکن از استکن را مفعول به، استکن را از بنکه آب میوه، از بنکه ساک. فإنی اشعر بعطش شدید، پس هر آینه من احساس میکنم تشنگی سخت را. بعدش میگه قال لی صدیقی، یعنی گفت برای من دوستم، گفت برای من دوستم. احب المأکولات الشرقیتی، احب المأکولات الشرقیته، صفت مأکولات مفعول به، شرقیته منصوب. احب المأکولات الشرقیته جدا فقلت له اما انا فلم آکلها قط ووددت لو تطبخها. میگه که احب دوست میدارم من المأکولات الشرقیته، یعنی غذاهای شرقی را، جدا به نهایت بسیار. فقلت له، پس گفتم برای وی، یعنی برای صدیقش، اما انا، اما من، فلم آکلها، پس نخوردم وی را، یعنی که غذاهای شرقی را. قطو یعنی هرگز، یعنی زمان گذشته. گفتیم که قطو ظرف زمان لاستغراق الماضی است، یعنی ظرف زمان، یعنی زمان گذشته. از زمان یگان بار خوردگی نیستم در حیاتم، هرچی قدر عمرم گذشتهش خوردگی نیستم. دقت دادید؟ قطو. اکنون ما گفتیم که قطو باید بعد نفی بیاید. ببینید در اینجا نفی است، فلم، لم نافیه، فلم آکلها، بعدش قط آمد. دقت دادید؟ بعد لم، بعد نفی قط می آید. پس این قط مبنی علی الضم فی محل نصب و ظرف است. و ودیتو، و دوست داشتم، لو تطبخها، اگر بپزیتو وی را. لو تطبخها، اگر بپزیتو وی را، یعنی که خوراکای غذاهای شرقی را. میگه احب المأکولات الشرقیته، مأکولات مفعول به، الشرقیته صفتش، جدا مفعول مطلق برای فعل محذوف، اجد جدا، جدا مفعول مطلق برای فعل محذوف. همچنین می شود جدا را اینجا دا نائب مفعول مطلقش بگیریم. مفعول مطلق برای فعل محذوف نبو، نائب مفعول مطلق. اگر نائب مفعول مطلق بگیریم پس اصلی کلمه این طور بود، احب المأکولات الشرقیه حبا جدا. جدا صفتی حبا شد، پس در این صورت نائب از جای مفعول مطلق میشه. پس در اینجا میتونیم دو اعراب کنیم، خچه مفعول مطلق برای فعل محذوف میگیریم یا نائب مفعول مطلق احبو میگیریم، هر دوش هم جایز است. فقلت له،
پس گفتم میگه برای وی اما انا فلم آکلها. این آکل در اصل آکل به دو تا همزه بود. ما قاعده را در صرف، در علم صرف گرفته بودیم که اگر دو همزه بر بر بیاین، یکمش متحرک دویمش ساکن، اون دویمی ساکن را قلب موافق حرکت اولش میکنه. همزه اول فتحه بود، همزه دویم را قلب الف میکنن، پس میشد پس میگیم فلم آکلها. قطو، این قطو را خیلی گفتیم ظرف زمان لاستغراق الماضی. و ودیدتو فعل و فاعل لو تطبخها، اگر بپزی تو ویرا. میگه احب المأکولات شرقیه جدا فقلت له، دوست می‌دارم غذاهای شرقی را بنهایت، پس گفتم برای وی اما انا فلم آکلها قط و ودیدت لو تطبخها. اما من میگوید پس نخوردم هرگز تا همین زمان گذشته، چقدر عمر دیدم خوردگیش نیستم. و ودیدت، و دوست داشتم لو تطبخها، اگر تو بپزی وی را. بعدش میگوید نودعكم على امل اللقاء بكم عن قریب و نستودعكم الله و السلام علیکم و رحمت الله. اکنون میگوید که نودعكم یعنی که ودا میکنم شما را. نودعكم یعنی ودا میکنم شما را. على عمل اللقاء بكم، با آرزوی دیدار با شما. علی عمل آرزو امید، با آرزوی لقاء و خوردن دیدار بکم با شما. علی عمل لقاء بکم، با امید و با آرزوی دیدار با شما. عن قریبین یعنی فی وقت قریبین، در وقت نزدیک. و نستودعکم الله، و نستودعکم الله یعنی ما می سپاریم شما را به الله تبارک و تعالی. ما می سپاریم شما را به الله تبارک و تعالی. و السلام علیکم یعنی سلام و امن و امان برای شما و رحمت الله برای شما. میگه که نودعکم علی امل اللقاء بكم عن قریب، یعنی خداحافظی میکنیم با شما با امید دیداری با شما فی عن وقت قریب، یعنی فی وقت قریب در وقت نزدیکی. و نستودعکم الله یعنی ما می سپاریم شما را به الله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله. پس این هست درس 71 و حوار و گفتگوی درس 71. با همین درس 71 به آخر رسید. تا درس آینده، تا درس 72 یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.